به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم به سراغ مسئله عملگرایی بریم و ببینیم در یادگیری آموزه ها چه تأثیری داره. مهمترین مسئله در موفقیت در هر کاری عملگرایی هست. همیشه در مسیر آموزش یک سوال پیش میاد که چرا من هرچی بیشتر میخونم کمتر درک میکنم و علم من در نهایت منجر به رسیدن به هدف نمیشه. جواب عملگرا نبودن هست. آموزه های مولانا هم مثل هر آموزه یا علمی مشمول قانون جبران هست. یعنی شما باید در قبال آموزشی که از آموزه ها دریافت میکنید جبران کننده باشید. قانون جبران یک مقوله گسترده‌ای داره که بعداً بیشتر بهش میرسیم، اما بخشی از این قانون مبنی بر عملگرایی است. یعنی شما باید پس از آموزش هر نکته‌ای تلاش کنید و اون رو در هر قسمتی از زندگیتون پیاده کنید. مولانا میگه او نکرد این فهم پس داد از قرر، شمع فانی را به فانی دیگر. عمل کردن به آموزه ها هست که فهم ما رو گسترش میده و ما رو به منظور کلام میرسونه. مولانا میگه اگر این آموزه ها فقط ذهنی باشه فهمی در کار نخواهد بود و یکی از مهمترین قانون ها قانون جبران هست که اگر در زندگی اجرا نشه ما به منظور خودمون نمیرسیم، که دقیقاً میرسیم به این سوال که چرا من هر کاری میکنم به نتیجه خاصی نمیرسم. مولانا میگه این مسیر آموزه ها مسیر از دست دادن هست. شما من ذهنی پردرد رو میدین و در عوض زندگی و شادی به شما داده میشه. خشم رو میدین، آرامش نصیبتون میشه. نفرت رو میدین، عشق نصیبتون میشه. و ما به عنوان امتداد خداوند همه اینها رو داریم، اما اول باید من ذهنی بره تا اینها خودشون رو به ما نشون بدن. مثل این میمونه که شما روی لباس تمیزت یه لباس کثیف بپوشی، وقتی اون رو در بیاری لباس تمیز زیرش هست. این مسیر مثل باشگاه میمونه. شما بد فرم بودن و چربی رو از دست میدین و در عوض تناسب اندام و ماهیچه رو به دست میارید. مولانا میگه بدون عملگرایی و قانون جبران آموزه ها در سطح ذهن بدون فایده هست. یا تو پنداری که حرف مثنوی چون بخوانی رایگانش بشنوی، یا کلام حکمت و سر نهان اندر آید ذوق در گوش و دهان، اندر آید لیک چون افسانه ها پوست بنماید نه مغز دانه را. مولانا میگه اگر قانون جبران رو انجام ندی به تو از دانه فقط پوست میرسه نه بیشتر. ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. متشکرم.